امروز ازشون پرسیدم، گفتم که خب حالا که این اتفاق افتاد شما نتونستین برای من پورت بذارین، اصلا بیاین و پورت نذارین، چرا به دستم نمیزنین که تموم بشه بره دیگه؟ 4 جلسه شیمی درمانی دیگه پورت گذاشتن نداره. گفت بذار توضیح بدم. اول از اینکه تو هر دو تا سینت درگیره، از هر طرف لنف در آوردیم، حالا هر چقدر که کم، احتمال لنف ادم خیلی زیاده توی آدمایی مثل تو، با اینکه 2 تا از هر طرف ما لنف در آوردیم ولی نمیخوایم خیلی به دستت کاری انجام بدیم. حالا مجبوریم فشار خون میگیریم، تا جایی که بتونیم سعی میکنیم که از رگای تو استفاده نکنیم. بعد رگای منو چک کرد، اینجا رو قشنگ فشار داد و رگا رو خواست معاینه بکنه. من قبل از اینکه بخوام عمل سینه انجام بدم و لنف و اینا رو بخوام در بیارن، من خیلی رگای خوبی داشتم، یعنی راحت با یه دونه ضربه اینا از من خون میگرفتن، همیشه رگای دستم معلوم بود. ولی از بعد از جراحی فوق العاده رگای من انگار رفته تو. حالا شاید یه مقداری دستای من ورم داره، با اینکه خودم زیاد متوجه نمیشم، البته انگشترمو نمیتونم دستم بکنم به خاطر اینکه دستم یه خورده ورم داره. و اینکه معاینه کرد گفت رگا دستم معلوم نیست، اصلا خیلی طول میکشه ما بخوایم یه رگ خیلی قوی خوب برای شیمی درمانی پیدا بکنیم. و اینکه تو که این همه صبر کردی یه ذره هم صبر کن، با پورت مخالفت نکن، ما پورتو برای تو بزنیم که خیالمون راحت بشه، چون هم رگای خوبی داره هم دستات خیلی ورم داره.